تناقض‌گویی بمباران پایتخت از سوی رئیسان پیشین امنیت افغانستان. صالح میگوید که کابل از سوی پاکستان آماج حمله قرار گرفته بود. جنگ‌های تکراری طالب و تهران. وزارت خارجه ایران میگوید که نیروهای طالبان شناخت دقیقی از خطوط مرزی بین دو کشور ندارند. لشکر بیکاران پس از حاکمیت طالبان. سازمان ملل میگوید که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان 700,000 تن بیکار شدند. رویارویی بیشتر کرملین با کاخ سفید. پوتین آمریکا را تهدید اصلی برای روسیه خواند. و هشدار تازه بیجینگ با واشنگتن. چین نسبت به سفر احتمالی رئیس مجلس آمریکا به تایوان هشدار داد. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب از آماج نیوز خوش آمدید. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از آن که بخشی از رهبری تحریک طالبان پاکستان به هشدار تقی عثمانی و حق نگذاشتند پاکستان محل اقامت آنها را در کابل بمباران کرد. مفتی عثمانی هفته گذشته در رأس هیئتی از علما به کابل آمد و با نور ولی محسود رهبر طالبان پاکستانی دیدار کرد. امرالله صالح گفته که اولین بار از سال 1947 است که نیروهای هوایی پاکستان مستقیما به اهدافی در کابل حمله می کند. معاون پیشین ریاست جمهوری افزوده که زود است قضاوت کرد که نوع راکت و دستگاه پرتاب آن چی بوده، زیرا به گفته او شبکه حقانی به عنوان بازوی عملیاتی ISI سازمان استخبارات پاکستان ساحه را در اختیار دارد. آقای صالح پرسیده است آیا طیاره بی سرنشین بود، راکت های دوربرد استفاده شده بود یا هم شیوه دیگر با آسانی معلوم نخواهد شد، زیرا کابل شهر اسیر است و حیات خلوت رواپلندی سایه و سرپوشی گروه طالب فوج پاکستان است. اما رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان به نقل از منابع خود گفته است که بامداد روز یکشنبه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در حریم هوایی کابل ظاهر شدند و به نقاط مختلف این شهر حمله کردند. با گفته آقای نبیل بر اساس توافقنامه دوحه آمریکا به طالبان در زمینه سرکوب داعش کمک می کند. برخلاف ادعای این مقام امنیتی پیشین، عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله طالبان گفته است که انفجار روز یکشنبه ناشی از فرود آمدن یک گلوله راکتی به یک خانه خالی واقع در شیرپور بوده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید نیروهای طالبان شناختی دقیقی از خطوط مرزی بین دو کشور ندارند و اقداماتشان باعث ایجاد سوء تفاهم و گاهی درگیری مرزی می شود. آقای کنعانی در یک نشست خبری در تهران از مقامهای طالبان خواست که نیروهای مرزبانی خود را با خطوط مرزی آشنا کنند. نیروهای مرزبانی افغانستان هم متاسفانه توجیه وضعیت مرزی نیستند، شناخت دقیقی از مناطق مرزی و خطوط مرزی ما ندارند و بعضی از اقدامات و تحرکاتشون موجب ایجاد سوء تفاهم و بعضاً برخورد مرزی میشه. افراد طالبان و مرزبانان ایرانی روزی یکشنبه نوعی اسد برای چندمین بار در منطقه درویش ولسوالی کنگ ولایت نیمروز با همدیگر درگیر شدند. فرمانده مرزی طالبان روز گذشته کشته شدن یکی از افراد خود را تایید کرد، اما فرماندار شهرستانی هیرمند در استان سیستان و بلوچستان ایران گفت که درگیری مرزبانان ایرانی و طالبان در نیمروز بدون تلفات به پایان رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت نیروهای مرزبانی ایران با اشرافی که بر منطقه و مرزهای بین المللی دو کشور دارند، آنها با دقت به مسائل توجه دارند، با دقت تحرکات مرزی را رصد می کنند و نسبت به صیانت از امنیت مرزی ما اهتمام جدی دارند و در این زمینه با مسئولیت و با دقت عمل می کنند. او تاکید کرد که ما همین انتظار را از مقامات حکومت سرپرستی موقت افغانستان هم داریم که نیروهای مرزبانی خود را با دقت بیشتر نسبت به خطوط مرزی و وظیفه‌هایشان آشنا بکنند تا ما شاهد تکرار چنین واقعاتی نباشیم. تا اکنون مقامات طالبان در کابل واکنش رسمی به درگیری مرزی اخیر بین نیروهای این گروه و مرزبانان ایرانی نشان ندادند. عبدالله الدردادی
نماینده دفتر توصیه سازمان ملل در افغانستان میگوید که بر اساس تخمین این دفتر پس از روی کار آمدن طالبان 700,000 شغل در این کشور از بین رفته است. روز گذشته یک شنبه نوری اسد در یک پیام ویدیویی در شورای همکاری خلیج فارس گفته است که اقتصاد افغانستان پس از 15 آگوست 20% افت کرده است. عبدالله الدردادی اضافه کرده است که میزان فقر در افغانستان پیش از تحولات سیاسی به دلیل کرونا 70% بود، اما پس از روی کار آمدن طالبان به بیش از 90% رسیده است. او در این حال افزوده است که افغانستان در وضعیت ناامید کننده نیست و فرصتی بازسازی اقتصادی وجود دارد. عبدالله الدردادی گفته است که برای بهبودی وضعیت به حمایت خود از زنان تاجر و بخش خصوصی ادامه خواهد داد. او افزوده است که دفتر توصیه سازمان ملل با حمایت از بخش کشاورزی و صنایع تا سال 2030 بیش از 12 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. خشکسالی و تحولات سیاسی در افغانستان منجر به گسترش فقر و بیکاری در این کشور شده است. طبق آمار بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی مواجهند و نیاز به کمک دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برنامه دریایی جدید را امضا کرده که آمریکا را رقیب اصلی روسیه معرفی می کند و جاه طلبی های دریایی روسیه را در سطح جهانی برای مناطق مهمی مانند قطب شمال و دریای سیاه بیان می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پوتین در سخنرانی روز نیروی دریایی روسیه در سنت پترزبورگ از پیتر کبیر برای تبدیل روسیه به یک قدرت دریایی بزرگ و ارتقای جایگاه جهانی دولت روسیه تمجید کرد. پوتین پس از بازرسی از نیروی دریایی سخنرانی کوتاهی ایراد کرد که در آن وعده داد از موشک‌های کروز مافوق صوت روسیه که به نام زیرکون معرفی شده است برای شکست هر متجاوز احتمالی استفاده خواهد شد. برنامه دریایی روسیه وضاحت می‌دهد که تهدید اصلی برای روسیه سیاست راهبردی آمریکا برای تسلط بر اقیانوس‌های جهان و حرکت اتحاد نظامی ناتو به سمت مرزهای روسیه است. بر اساس این برنامه اولویت روسیه توسعه همکاری‌های راهبردی و دریایی با هند و همچنان همکاری‌های گسترده‌تر با ایران، عراق، عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه است. این در حالی است که روابط روسیه و غرب در طول 5 ماه مناقشه اوکراین دچار تنش شدیدی شده است. چین روز دوشنبه هشدار داد که اگر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کند، ارتش این کشور بیکار نخواهد نشست. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که به دلیل وضعیت نانسی پلوسی به عنوان مقام شمارسی دولت آمریکا سفر به تایوان تبعات سیاسی فاحشی خواهد داشت. خانم پلوسی قرار بود روز دوشنبه سفر خود را به 4 کشور آسیایی از جمله سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی و مالزیا آغاز کند. گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ممکن است از تایوان خودگردان مورد ادعای چین بازدید کند. چین بازدید مقام‌های آمریکایی از تایوان را به منزله ارسال پیام دلگرم کننده به استقلال طلبان در این جزیره می‌داند. واشنگتن روابط دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد، اما طبق قانون خود را موظف می‌داند برای این جزیره ابزاری برای دفاع از خود فراهم کند. دیدار احتمالی پلوسی از تایوان به نشانه حمایت از این جزیره هرچند بی سابقه نیست. نیوت گینگریچ جمهوری‌خواه آخرین رئیس مجلس نمایندگان بود که در سال 1997 از تایوان بازدید کرد.